روزت را با نماز بامداد و با ذکر صبح شروع کن تا کامیابی و موفقیت را به دست آوری. همیشه استغفار طلب کن تا شیطان از تو ناامید شود. دعا را هرگز قطع مکن، زیرا دعا طناب نجات است. همیشه به یاد داشته باش که فرشتگان سخنها و صحبتهای تو را می نویسند. همیشه خوشبین باش اگرچه در زیر بادهای تند و طوفانها باشی. وقت غم و اندوه بر تو هجوم آورند، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله را بخوان. به وسیله پولهایت دعای فقیران و محبت مسکینان را بخر. سجده طولانی و با خشوع بسیار بهتر است از قصر پر از گنج. قبل از اینکه سخن را از دهانت بیرون کنی در مورد آن فکر کن، زیرا بسیار از سخنان کوشنده اند. از دعای بد مظلوم و اشک یتیم برحذر باش. قبل از خواندن کتابها و مجله ها و روزنامه ها قرآن بخوان. سبب استقامت و پایداری خانواده ات باش. با نفست در طاعت الله کوشش کن، چون که نفس اماره انسان را به کار بد امر می کند. دستان مادر و پدرت را ببوس تا به وسیله آن بهشت و رضامندی الله را به دست آوری. خشمگین مباش، چون زندگی از آن چی تو فکر میکنی کوتاه‌تر است. راه اجابت دعا را به وسیله گناه مبند. نماز بهترین چیزی است که تو را به مصیبت‌ها و سختی‌ها کمک میکند. از گمان‌های بد بپرهیز، هم خودت راحت میشوی و هم دیگران از دست تو راحت میشوند. سبب تمام غمها روگرداندن از امر الله است، بنابراین به سوی الله بازگرد. نماز بخوان که در قبر همراهت باشد. وقت شنیدی که کسی غیبت میکند به او بگو غیبت مکن، از الله بترس. بر خواندن سوره ملک یعنی سوره تبارک مداومت بکن، زیرا آن نجات دهنده از عذاب قبر است. محروم و بینصیب واقعی کسی است که از نماز با خشوع و چشمان گریان محروم باشد. مؤمنان بیخبر را اذیت مکن، یعنی هیچ کس را ناگهانی نترسان و اذیت مکن اگرچه به شوخی هم باشد. محبتت را با مردم فقط به خاطر الله انجام ده. اگر کسی غیبت تو را کرده است از او گذشت کن، چون او نیکی هایش را به تو هدیه کرده است. هر کس گرمای جهنم را به یاد آورد در انجام گناه صبر می کند، یعنی گناه را ترک می کند. تا زمانی که شب روشن می شود دردها هم می روند، مشکلات و سختی ها هم برطرف می شوند. بحثها و سخنهای بیهوده را ترک کن، چون که تو کارهای مهمی دیگر به مانند کوه داری. با خشوع نماز بخوان، چون تمام آن کارها و نفرانی که منتظر تو اند شأن و مقام آنها از نماز پایانتر است. قرآن را در قلبت جای بده، زیرا خواندن یک آیت از قرآن از دنیا و آنچه در دنیا است ارزشش بالاتر است. زندگی با ایمان و اخلاص و عبادت و اطاعت الله زیبا است.